برادر سوال نمودند که در این زمان حاضر برادرانی هستند که خواهران خود یا خویش تبار خود دخترانی که نوجوان هستند و به شوهر برآمدنی اند، این دختران را فقط به انسان‌های پولدار و مالدار، به انسان‌های بای به شوهری می‌دهند، اما به برادران موحدی که کمی کمبغل هستند یا که خلاصه شرایط ندارند به اونها بزنی نمی‌دهند. در همین مسئله یک صحبت می‌کردید. البته این یک مصیبت است و این از سبب نبودن علم است. وقتی که علم شد بعد می‌فهمید که موحد کی است و موحد چگونه انسان است.